هموطنان نازنین، امروز ما آمدیم در قوای مرکز شهر کابل هستیم. یعنی کلگی پاک باشه، یعنی چون شهر ما خانه ما. تنها این کار دولت نیست، دولت بیاید همه جا رو برای ما پاک کنه. نظافت که از جز ایمان است. ما خود ما میخوایم پاک باشیم. باید اگر موتروان است اگر چیز پوستی که نو و چیزی که خورد بعد در سرک من داده مردم در چی نیست. اگر بگیم چرا باید میگم این وظیفه شماست. نه هموطنان عزیز، سلام، وقت همه تان بخیر. امید است که جور و صحت و سلامت باشین و یک سلام گرم زمستانیام تقدیم میکنم به همه هموطنان عزیزم که در بیرون از افغانستان هستند. امیدوار هستم آنها هم ایام خوب زمستان به خوبی و خوشی در کنار اعضای فامیل و دوستان خود سپری کنند. هموطنان نازنین، امروز ما آمدیم در قوای مرکز شهر کابل هستیم، جایی که ماشاءالله بسیار بیروبار است، ازدحام ترافیکی هست و گرچه که ازدحام ترافیکی اینجا می باشه اما بسیار به شکل منظم در این اواخر کاروبار هموطنای ما اینجا به پیش میره و ما مشاهده میکنیم که غرفه هایی که اینجا توزیع شده برشان بسیار مارکت های میوه است و هموطنان ما بسیار به گونه منظم اینجا کار خود به پیش میبرند که واقعا با دیدن این صحنه آدم عاشق این صحنه میشه و ما هم امروز تلاش میکنیم که بیشتر با هموطنان ما که در این ساحه زندگی میکنن و کاروبار میکنن بیشتر در مورد زندگیشان و از کاروبارشان صحبت کنیم. شما بیننده برنامه باشید و برنامه را تعقیب کنید. ما که مشاهده میکنیم ساحه قوای مرکز دهن باغ مربوط همین ساحه میشه خیلی پاک شده از لحاظ نظافت. دلیل همین چیز بیادر؟ دلیل از این است یعنی نظم برابر کرد ناحیه. بسیار خوب. یا ما ایره پاک میکنیم، اگر پاک کنه این کراچی ها با نظم است یا کلش در این سرک نه. روی سرک آمد پاکاری نیست، پس همون حالت که همون حالت است. از همین دولت امارات اسلامی خواهش میکنیم که ما رفتیم هم در شهروال رام در ناحیام میگه که امر شهروال است که باید نظمش حفظ کنیم. دین روز برای قکار آورد، اگر این رقم باشه ما از همین صبح تا بیگاه این پاک میکنیم، جارو میکنیم که کثافات ما را علایت میکنیم دیگه. سایه ما پاک است، اما سر تا سر نماینده ما است میگرده کراچی های اضافی که در این سرک است یار امید نمیمونه. ما دیگه ما دمی ناحیام رفتیم دمی شارواله را گفتیم همی به نظمی را نبکو که اینمی ها کلش نانخور است، نفقه خور است،
کل از در روی سرک میرن. خب هدف ما این است که مثلا شما همکار هستین در قسمت تنظیف و همکاری میکنین و این خیلی یک نکته مثبت است به همه هموطنای ما که اینجا یعنی پاک شده چون همین شهر پاک و فرهنگ ما را نشان میده. در این مورد میخواهیم نظر خودت داشته باشیم. ما میخواهیم که پاک باشم، پاکاری نیست دیگه. پس کراچی اگر از اینجا برآمد تو بازم حالت خراب است، پاک نمیشه. اگر نه ما میخواهیم که ساحه پاک باشه، کلگی با نظم پاک ستره کلگی سر کارش باشه. مثلا ما که میبینیم بسیار همکاری میکنه مردم در این قسمت که فعلا هم میبینیم که دکاندارایی که در جوار شما هستن در حالت پاککاری هستن. بازمی چقدر شما همراه مسئولین همکار هستین در قسمت تنظیف پاککاری همی ساحه‌ای که شما دکاندار هستین؟ ما بسیار ضعف هستیم. ما میخوایم که اینجا پاک باشه، یک خریدار میآید میوه ما با قدر سودا میشه دیگه، ما کل کار ما صحیح میشه. اگه اینجا چتلی باشه هیچ کس نمیاد. خب ما حتما هستیم. خب پیامتان به امید هموطنان عزیز ما که نظم شهری ما در نظر نمیگیرن، یعنی کثافات در جاهای نامناسب مندازن، پیامتان میخوایم به اونا داشته باشیم. قربانتان. یعنی کلگی پاک باشه، یعنی چون شهر ما خانه ماست، کلگی دم رقمش پاک باشه، صفایی شهر زنده باشه، اوقاتت خوش، در کار بار برکت. هموطنای نازنین، در کنار ما یکی از برادرایی که اینا همینجا در مارکت میوه کار میکنن و خودشان میوه فروش هستن، در قسمت تنظیف و پاککاری شهر از بیشتر در موردش با اینا هم صحبت هایی می داشته باشیم. شما برنامه را تعقیب کنید. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین؟ شما خوب بخیر هستین؟ اسم مبارکتان؟ احمد فواد عطایی هستم، یکی از میوه فروشای داناباغ. خب برادر، در می اواخر بسیار همین ساحه پاک شده، دلیل همین چیست؟ دلیل امی است که چیز دولت پاککاری میکنه، چیز بیادر مردم همین سایه بیادر که دولت همکاری میکنه دیگه، با خاطر همون سایه پاک میشه. تنها این کار دولت نیست، دولت بیا همه جا رو برای ما پاک کنه، جای ما رو دولت پاک کنه، سرک ما رو دولت پاک کنه. همین کار تنها به دست از اون نیست. یک شهروار تنها یک نفر کارگر کجا رو بگیره زودتر؟ باید ما مردم افغانستان دست به دست هم بتیم به خاطر که شهر ما کشور ما پاک باشه. همین نظافت هم که جز ایمان است، باید امیر هم مراعات داشته باشه. بعضی مردم افغانستان هست بسیار چی بگم برای دیگه، بیادر بگم، خواهر بگم، به نظم هستن، به خاطر هر چی میخورن، میوه میخورن در این سرک مندازن، نوشابه میخورن بوتل در این سرک مندازن. از مردم افغانستان امیر خواهش میکنن که بیادر به خاطر نظافت و نظم شهر امیر کار مراعات کنن. خب شاروالی مسئولیت خود انجام میده، ای که تا حدی که توان داره پاککاری میکنه، اما مسئولیت ما شما شهروندان عزیزی است که باید همکاری داشته باشیم. قسمی که خودتان هم گفتین، اما خداوند انصاف بده، یکی داد از هموطنای ما که هستن یعنی امیر در نظر نمیگیرن. پیامتان میخوایم با ما داشته باشیم. پیام به می است که بیادر میوه میخورن، خدا دادشان دگان بتشان از این بیشتر بخورن، مگر به خاطر امور یک پلاستیک بگویم یا مشامه بگویم بگیرن امور در داخل موتر خود بانن، امور که خوردن در داخل پلاستیک بندازن. بعد یک جای معین شد یک سطل آشغالی دولت جور کرده، دولت آشغالی زیادتر جاها جور کرده، امور بگیرن در اونجا بندازن، نه شرم نه کسی میشه، نه آب هوا آلوده میشه، نه دیگه میشه. به خاطر از اینکه شهر پاک نمادی از فرهنگ ماست. اگر شهر ما پاک باشه، امیر در هر کشور نشان بدن میگن افغانستان نگاه کن چقدر پاک شده، چقدر صدره شده. اگر کثیف باشه همه جا رو ببین مردم میگن نه مردم افغانستان کثیف هستن. این میره من نشان فرهنگ تمام مردم افغانستان، تنها از ما و شما نیست. و در ضمن آب و هوایی را که ما میبینیم فعلا فصل سرمای زمستان است و یک تعداد از هموطنان عزیز ما برف هم منظم در جاش نمیندازن. پیامتون میخوایم با اونا هم داشته باشیم که اونا هم دیگه به خاطر مردم باید کوشش کنن رایشان رو بند نکنن. خدای ناخواسته یگام تا سودا خریدن میره یا دیگه میره بلخشه بیفته اوگار شوه، یا دی سفید داریم پی سفید داریم، یا اگه بیفته اوگار شوه بسیار بر ضرر میشه. همون رو کوشش کنه یک جای بندازه که رای مردم بند نشه. دیگه آب هوای افغانستان هم کسی یک ذره به خاطر که مردم اقتصاد ضعیف است، از چیزایی که نامناسبش استفاده میکنه به خاطر سوخته که خانش گرم شود. اگر امیر دولت کارشون همکاری کنه، موی که ندارن کارشون یک چیز کمک کنه، فهمیدی باز شار پاک میشه. نالو هم ندارن، مجبور هستن به خاطر گرم کنه خانه خود یک چیزای نامناسب استفاده میکنن، پلاستیک مثلا بود کالا هر چیزی که دیگه شما بیاید میسوزنن خانه. بخیر باشی، بیادر زنده و سلامت باشی. ممنون از وقتت.
وقت شما بخیر. هموطنان نازنین، در کنار ما یکی از برادرای ما که در قوه مرکز کابل در دهن باغ اینا مصروف فروش میوه هستند. بیشتر در مورد فرهنگ شهری و اینا هم صحبتای می داشته باشیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ تشکر. اسم مبارکتان؟ اسم فرید. خب چند سال میشه کاکا اینجا کار میکنی؟ این تقریبا 25 سال میشه. 25 سال میشه. در این اواخر که ما مشاهده میکنیم خیلی همی دهن باغ پاک شده و شما علت امیر در چی میبینید؟ خب نظافت که از جز ایمان است. ما خود ما میخوایم پاک باشیم، باید ما شما فرهنگ خود صحیح کنیم که دیگه مردم بیاید ما یاد بگیرن. دیگه حال فضل خدای پاک شاروالی هم کار میکنه، رود به رود ما شما هوا و آلوده که هست، این دوغال سنگ و این چیزا هم که ان شاء الله هوای ما خوب شد، بسیار خوب است. خب اینجا که ما میبینیم بسیار پاک است، باز چطور است همکاری مردم همراه مسئولین تنظیف؟ حتی ان شاء الله ما خود ما رو جارو میکنیم، چاروالی هم ان شاء الله میایم جارو میکنه، شایی صفایی هم چه میکنه، ما فقط شد کمک میکنیم، خود ما پاک میکنیم، صفا میکنیم، جور میکنیم. خب چقدر تفاوت وجود دارد در سابق و در اکنون که ما شما صحبت میکنیم در قسمت پاکی و صفایی ساحه که مدت 25 سال میشه گفته خود شما اینجا کار میکنیم؟ حال فضل خدای پاک خوب شده دیگه. سابقه که پودریا بوده دیگه، بسیار مردم ها بود، حالا ما امور امارات پودریا هم جمع کرده، شاروالی هم کاری میکنن و بسیار کار خوب است. باز همکاری هموطنان عزیز شما چه قسم میبینین؟ خب خدای پاک دیگه یار هدایت کنه که یک ذره فرهنگ شهری یاد بگیرن، فرهنگ یاد بینه که پاک کنن، صفا کنن، مل شهر خودشان هستن. خب شهر پاک نمادی از فرهنگ ما هست و ای که وظیفه شاروالی تنها پاک کردن است و ای که باید همشهری‌ها همراه زو همکار باشند تا در قسمت پاکی و صفایی و نظافت شهر. میخوایم پیامتان در این مورد داشته باشیم. پیام ما اینمیست، میگه نظافت جز ایمانت. باید ما شما یک فرهنگ داشته باشیم، اسلام خودش میگه که دیگه مردم از ما یاد بگیره یک فرهنگ عالیه و کسایی که دیگه جای میگه با شما یک چیز را یاد بگیره، نکرد با شما که ببینه خود شهر ما را لطیف باشه. بسیار خود ما خوب است، با صحت اولادای ما خوب است، با صحت ما خوب است، با فرهنگ خود ما، با اخلاق خود ما خوب است چه داشته باشه. باید هر روز که ما این ساحه را پاک کنیم، جور کنیم، خود ما اخلاق ما خوب بشه، مردم ما فرهنگ خوب میگیرن. خب یک تعداد از هموطنان ما که خداوند هدایتشان بده، یعنی مراعات نمیکنند که در سطل زباله بندازن آشغال خودن، در جای نامناسب بندازن. گفتنی تا نمیخوایم با اونام داشته باشیم. بابا اینمی گفتنی ماست که او با خودشان بهتر بگیش. یک آدم که قوطی پوچی میداد موتر بیرون میپرته، با او شهر مردار نمیشه، یک ذره کثافات میره در یک جای میچار مردار نمیشه، مگم او در انسانیت خودش ضعیف نشان میده، اخلاق خودش ضعیف نشان میده. او باید که در شهر کابل زندگی میکنه فرهنگ شهرداری رو بفهمه، فرهنگ رو بفهمه. وقتی که در یک شهر زندگی میکنه در دیگه ملکا برو که یک سیگرت پت، یک پوست چاکلیت پت میگه شهر مردار نکنه. همین شهر ما خود زندگی میکنه، میگه عمر ما طول شده، همین شهر ما پاک باشه، صفا باشه، به خود ما خوب است، به مردم ما خوب است، به اولادای ما خوب است. بخیر باشی بیادر، در کار و بارت برکت، اوقاتت خوش. هموطنان عزیز، در مورد فرهنگ شهری و اینکه چقدر هموطنان عزیز ما در پاککاری این ساحه با مسئولین همکار هستند، در کنار ما یکی از کسایی که موظف هستند و این قسمت پاک میکنن بیشتر صحبتایی می داشته باشیم. سلام کاکا، وقتت بخیر، خسته نباشی، خوب هستی؟ زنده باشی، بخیر باشی. اسم مبارکتان؟ اسمم محمد خالد. چند سال میشه کاکا اینجا کار میکنی؟ از ما دیگه نمیشه 7 سال میشه اینجا هستم. خب چطور است همکاری شهروندان همراهتان در قسمت پاککاری؟ بله خوب هستن دیگه. میره همین منطقه است، میره جاروکش ما جارو میکنیم، ما پاک میکنیم خلاص. خب بازم که پس میم بازم چتل میشه دیگه. باقا موتروان چگه چیز پوست که نو چیزا که خورد بعد می سرک میندازه. مردم در چی نیست، اگر بگیم چرا باید میگم این وظیفه شماست. نه موضوع خو وظیفه شما اگر پاک کردن است، وظیفه ما شهروندا این است که در همراه شما همکار باشیم. باز در یک روز چند ساعت کار میکنید؟ از یک روز ما است از 8 صبح تا 3:30 بجه هستیم. تا 3:30 بجه کار میکنید. یک تعداد از هموطنان ما هستند که همکار نیستند و همین زباله های خود در جاهای نامناسب مندازند.
پیامت میخوایم به اونا داشته باشیم؟ مردم هم میسته که جنگلی ها را که چه خود که میرن باید کمرد از زغالدانی پرتن باز دست و اشتکار روی میکنم سرک میندازم میرم پیش چی از مردم هم چی میگم کثافات خدا چی خدا برای از زغالدانی پرته که ما دمی جنجال را ذره همشه میگم. باز حالا هموطنان برایتان همکاری میکنن یا نمیکنن؟ مردم خوب هستن، مردم مقصد کمک میکنن، اگه هم کاراچی را کدوم بار میکنن چی میکنن مردم کمک میکنن کدوم. و خیر باشی، زنده و سلامت باشی. واقعا زحماتتان قابل قدر است که در این هوای سرد شما تلاش میکنین که پاککاری میکنین. خیر باشی، زنده باشی. اوقاتت خوش. هموطنای نازنین، ایام بود گزارش ما از قوای مرکز کابل و شما در جریان برنامه مشاهده کردین که تغییرات بسیار زیادی در این ساحه آمده، به ویژه در قسمت پاکی این ساحه و همچنان شما دیدین که چقدر هموطنای ما مشتاقانه همکاری دارند با مسئولین تنظیف و خدا کند که همه هموطنای ما با دیدن این برنامه بتانند که در قسمت پاکی شهر سهم بگیرند، با امید از اینکه ما هم یک روز پایتخت خدا بسیار پاک و منظم و بسیار زیبا ببینیم، چون پایتخت یک کشور نمایندگی از فرهنگ و مردم میکنه و شما هم در جریان برنامه دیدین که بیشتر هموطنای ما همکار هستند. تا برنامه بعدی که باز من شمین نجابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپاریم. وقت شما خوش.